درود و هزاران درود و خیلی خوش اومدیم به یه پارت دیگه از سری ویدیوهای چجوری بدنسازی نچرال و سلامت محور رو شروع کنیم. من محمد رضا شریفی هستم، 30 سالمه، شرکت کننده بین‌المللی مسابقات نچرال هستم. سازمان WNBF معتبرترین سازمان بدنسازی نچرال دنیا که زیر نظر وادا یا همون سازمان آنتی دوپینگ المپیک هم هست و شما باید برای شرکت توی این مسابقات تست دروغ سنجی و ادرار بدین و حداقل 10 سال پاکی دارو داشته باشین و دوپینگ نکرده باشین و انسان سالم باشین. و خدا رو شکر برای من این سازمان خوبه، چون تو زندگیم کلا لایف تایم نچرال بودم و هیچ وقت دارو مصرف نکردم، حتی موقعی که فوتبال بازی می‌کردم. و به جز این شرکت کننده مسابقات نچرال بودن، مربی حضوری و آنلاین بیشتر از 60 نفر در سراسر کشورم هستم. 30 سالمه، مشهد زندگی میکنم و اینجا در خدمت شمام تا بتونیم به اشتراک گذاشتن اطلاعات مفید سطح جامعه رو به صورت رایگان بالاتر ببریم و به امید خدا کمک کنیم کمتر کسی سمت مصرف دارو و این ورزش‌های مسخره IFBB و مستر المپیا بره که نماد ضد سلامتی و ورزش و نماد دوپینگ هستش و همینطور بتونیم یه جامعه رو رایگان تربیت کنیم که توی 10 سال آینده هر شغلی که دارن سالمتر باشن و سالمتر زندگی کنن و پدر مادرهای بهتری باشن. یکی از ترسناکترین اتفاقایی که این روزا داره میفته اینه که سطح تستوسترون داره به شدت میاد پایین، مردها دارن کمتر میشن، از اون طرف جامعه داره به شدت خراب میشه، چه از نظر فرهنگی و اخلاقی، چه از نظر کمبود تحرک و فعالیت، چه از نظر سالم خوری. قشنگ رو به نابودی داریم میریم از نظر یکی مثل من. به امید خدا دست به دست هم بدیم، حداقل تو این 10 سال که من قرار بشه 40 سالم یه کامیونیتی 1 میلیون نفره خوب داشته باشیم که حداقل امید داشته باشیم به 1 میلیون آدم توی آینده این کشور. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که ورزش حرفه‌ای سلامت نیست و اگر شما برای سلامتیتون ورزش میکنین هیچ وقت سمت ورزش حرفه‌ای نباید برید و مثلا کنار شغلتون به فکر سلامتیتون باشین، شغل‌هایی که دوست دارین تو آینده داشته باشین یا شغلی که دارین در حال حاضر. خیلی‌ها فکر میکنن دنبال کردن یک ورزشکار حرفه‌ای و الگو گرفتن ازش کار کاملا درستیه. ببینید شما از یه ورزشکار حرفه‌ای باید چیزای خوبش رو الگو بگیرین، نه همه چیزشو. تو نباید بیای استوری منو نگاه کنی، منی که با 90 کیلو وزن معمولیم الان شدم 75 کیلو چون 9 مهر یعنی 10 روز دیگه مسابقات بین‌المللی دارم، تو بیای از روی من الگو برداری غذایی کنی. من کل چربی روزی که دارم میخورم 35 گرمه. چرا؟ چون میخوام چربی بدنم بیاد زیر 5%. من کل کالری که تو روز دارم میخورم منفی 500. چربی بدنم زیر 7%. اینا همه چیزای ناسالمه. بارها گفتیم چربی سالم برای بدن انسان 8 تا 1 و 2. یعنی من اگه آدم سالمی باشم الان 75 کیلو هم باید روزی 75 گرم چربی مصرف کنم، نه 35 گرم 40 گرم، چون میخوام هر روز کاتر شم، میخوام برم رقابت کنم. رقابت حرفه‌ای در تضاد با سلامتی. یا مثلا من کالری روزم 3000 تاه، میام روزی 2400 تا غذا میخورم، یعنی 500 تا که هیچی، 600 تا منفی. چرا؟ چون دوست دارم این آخرای کوچولو حتی از عضله بزنم ولی کاتم بیشتر شه. مثلا 1% از عضله بزنم 3% کاتم بیشتر شه، به طور مثال. پس این که الگو برمی‌دارین از یه ورزشکار حرفه‌ای، حالا من که حرفه‌ای اصلا حساب نمیشم، مثال زدم. این الگو برداریه باید هوشمندانه باشه. اگر هدف شما سلامتیه نه ورزش رقابتی و حرفه‌ای کردن. ببینید اگه شما میخواین مثل من باشین، یعنی برین توی مسابقات حرفه‌ای WNBF شرکت کنین و مسابقه بدین، حالا چه تو سطح آماتور چه تو سطح حرفه‌ای، بله شما میتونین الگو برداری کنین، یه سری چیزا رو یاد بگیرین، قبل مسابقه انجام بدین، خیلی کار خوبیه. اما نه، اگه با هدف سلامتی ورزش میکنین، یه لحظه گوشید. ببخشید گوشیمو یادم رفته بود قبل ضبط سایلنت کنم، همیشه سایلنت میکنم، نمیدونم چرا یادم رفت. پس این الگو گرفتن باید هوشمندانه باشه. ببینید شما معمولاً عموم جامعه افرادی هستین که شغل خودتون رو دارین، زندگی خودتون رو دارین و دنبال این که سالم زندگی کنین و دنبال ورزشکار حرفه‌ای شدن نیستین. اکثرتون، یعنی من شاید بگم از هر 100 نفری که این ویدیو رو میبینه 95 نفرتون اینجورین حداقل. یعنی فقط 5% دنبال این که بدنساز مسابقاتی نچرال بشین. به طور مثال
یا ورزشکار حرفه‌ای باشین، بیاین از یه آدم نچرال که ورزش‌های مختلف رو امتحان کرده و آگاهی علمی و دانشگاهی و آکادمی داره نسبت به اینکه ورزش‌های مختلف چه خصوصیاتی دارن، حالا تو آینده قرار خیلی تخصص‌تر به این موضوعات بپردازیم، الگو برداری کنیم. ورزش‌های حرفه‌ای معمولاً آسیبزا هستن، به خصوص برای سلامتی. یه چند تا نمونهشو بگیم. ورزش حرفه‌ای رزمی. ببینین شما ضربه در کل بدنتون قابل ترمیمه، حتی شکستگی. یعنی شما اگه تو مسابقات رزمی پاتون بشکنه ساق تو ساق، پاتون 4 سال 5 سال دیگه کامل جوش میخوره. یه سری ضربه ها به یک سری نقاط تا آخر عمرتون آسیبش ماندگاره و حتی به مرور زمان افزایش پیدا میکنه بدون اینکه خودتون بفهمین. مثل کسی که سیگار میکشه یهو همه چیش اوکیه، من 20 سال سیگار میکشم هیچ چیم نیست، سال 20 تق سکته میکنه، سکته ناقص، نصف لبش فلج میشه یا مثلا فکش کج میشه، لبش کج میشه، چشش میپره. اینا یه شبه اتفاق میفته. چه جور ضرباتی؟ ضربات به سر. دیگه محمد علی کلر رو که دیگه همتون میشناسین دیگه، اسطوره بوکس دنیا، کسی که تو سنین اوجش تمام رکوردها رو داشت جابجا میکرد. وقتی به سنین 60 سالگی رسید شروع کرد تشنج‌های ریز عضلانی پیدا کردن، آلزایمر مغزی پیدا کردن، قدرت تکلمش از دست دادن. اینا همه به خاطر ضربات طولانی مدت و بیش از حد به سر و جمجمه بود. ببینین مغز شما قدرت ضربه خوردن نداره و اگر شما رشته رزمی کار میکنین که ضربات توی سر زیاده، به شدت رشته آسیبزایی دارین کار میکنین. برای همینه که رشته‌های نمایشی تر طرفدار بیشتری داره و سالم تره. مثلا کاتای تیمی کاراته هیچ ضربه ای نداره، با اینکه رزمیه، یه ذره شوآف نمایشیه. شاید به خودتون بگین حال نمیده، آدم باید دعوای خیابونی یاد بگیره. بله منم قبول دارم اینو. دعوای خیابونی میخوای یاد بگیری، برو یو اف سی کار کن. بیشتر روی خفه کردن آدمو کار کن. برو جودو یاد بگیر، برو دفاع شخصی یاد بگیر. رشته‌ای مثل بوکس که اکثرش ضربه تو سره واقعا برای سلامتی خوب نیست. پس اگر رزمی کار میکنین رشته‌های هوشمندانه تر زیادی وجود داره. مثلا میتونین برین کیوکوشین، رشته به شدت خشن، به شدت خیابونی دعوا کردن، عاقلانه، دفاع شخصی هم توش داره. خوبیش اینه که مشت توی سر توی مسابقه به صورت مستقیم نداریم. یعنی تنها حالتی که شما بتونید به سر ضربه بزنین با پاه که اکثرا تا پا بیاد برسه گارد دفاع میکنه. یعنی خیلی کم پیش میاد تو مسابقات کاراته یه نفر با پا بزنه تو سر یکی دیگه و طرف ناکوت شه. در صورتی که توی بوکس توی 90% مسابقات اتفاق میفته، توی یو اف سی توی 90% مسابقات اتفاق میفته. پس رشته‌های ورزشی رو انتخاب کنین اگر رزمی کار میکنین و به فکر سلامتیتونین و علاقه دارین به رزمی و دوست دارین سطح دفاعی و آمادگی جسمانی مبارزه‌تون افزایش پیدا کنه، رشته‌ای کار کنین که هم به سلایقتون بخوره، یعنی خشن باشه و ضربه تو سر نداشته باشه. گفتم مثل کیوکوشین. این میشه ضررهایی که رشته‌های رزمی داره. رشته‌های رزمی آسیب دیدگی‌های استخوانی و کوفتگی‌های عضلانی بسیار زیادی داره. به عنوان کسی که 2 سال و نیم یه سال و نیم کیوکوشین و 1 سال ام ام ای در حد مسابقاتی حرفه‌ای کار کرده، دارم میگم رشته رزمی اصلا سالم نیست. من یادم مسابقه که رفتم، هر مسابقه که میرفتم تا 1-2 ماه بعدش که اصلا سر دستشوی گریه میکردم به قدری که عضلات پام کبود بود. یعنی میشستم پا میشدم تاندونا داغون، یعنی نصف تاندونای 4 سر من پاره بود سر ضرباتی که خورده بود. ساق پا کبود، دستا کبود به خاطر دفاع کردن. مثلا اینجای ببینین اینجای من پاره شده مال ضربه خوردن تو یو اف سی. دماغم 4 بار شکست، رفتم عمل کردم بعد کرونا که قلب و ریه‌ام آسیب دید، دیگه نمیتونستم رزمی یا فوتبال کار کنم. پس این آسیب دیدگی‌های جدی و ماندگاریه و خیلیاش بیشتر به سیستم عصبی و مغزتون آسیب میزنه. جسم قابل درمانه، اینو گفتم. خب رشته‌های ورزشی دیگه که مثلا هر رشته ورزشی در حد حرفه‌ای آسیب‌زایه. یعنی شما مثلا فکر کنی من میرم شنا در حد حرفه‌ای آسیب‌زا نیست. نه اصلا هم چیز نداره. کلا ورزش حرفه‌ای آسیب‌زا و مغایرتی با سلامتی نداره. شما شنا که تشریف میبرین، یکی اینکه کالری روزتون باید کالری شماری خیلی پایینی باشه. یعنی شما مثلا شنا که میرین چربی بدن رو به شدت میارین پایین، بدن رو خشک میکنین قبل مسابقه.
تا بتونین توی رقابت سریع‌تر باشین. یا اصلا رشته‌های کشتی حتی. مثلا خیلی میگن کشتی رشته سالمیه، بریم کشتی. ببینید کشتیگیری که قبل مسابقه این کارو اکثر رزمی کارا، کشتیگیرا یا رشته‌هایی که رقابتیشون بر اساس وزنه میکنن. چی کار میکنن؟ مثلا من وزنم 85 میخوام توی دسته 82 کیلوگرم مسابقه بدم، 81 کیلوگرم مسابقه بدم. هر چقدر من خودم بیارم پایین‌تر میتونم خب سر وزن باشم، قوی‌تر باشم دیگه. حالا چه کشتی باشه که زور و فن، چه رزمی باشه که زور و فن. میان چه کار میکنن؟ مثلا تا روز استیج تا روز قبل وزن کشی طرف 86 کیلوه، روز قبل وزن کشی 2 روز آب نمیخوره، یه ساعت قبل وزن کشی میره تو سونا خشک تناب میزنه، به شدت برای بدن بده، کل آب و بدن رو میکشه، 5 کیلو 6 کیلو میاد پایین، وزنش 80 کیلو 81 کیلو تحویل میده، میره میشینه این خرس آب و مثلا کربوهیدرات میخوره، باز میشه 85 کیلو. فردا میاد مثلا تو روی دوشک یا روی خود همون رینگ مبارزه میبینید مثلا طرف 86 کیلوه، در صورتی که داره توی رشته 81 کیلو مسابقه میده، چون وزن رو تحویل داده. خب اینا چیزاییه که برای سلامتی خوب نیست. شاید از نظر شما خیلی خفن باشه ولی واقعا در کل برای سلامتی خوب نیست. ببینید قبلا معیارهای سلامتی رو گفتیم. چربی 10 تا 14% سالمه. اکثر ورزشکارای حرفه‌ای همیشه زیر چربی 10%. این برای سلامتی خوب نیست. مفاصل خیلی آسیب میبینن وقتی چربی بدن به شدت پایین باشه تو طولانی مدت. یکی از بزرگترین مشکلاتی که فوتبالیستای حرفه‌ای توی سنین 50 سال به بعد باش دست و پنجه نرم میکنن همین مشکلات مفصلیه. چرا؟ چون طرف 20 سال، 10 سال، 15 سال، 30 سال فوتبال حرفه‌ای بازی میکرده، همیشه چربیش زیر 10% بوده و مفاصل به شدت بهش فشار اومده. به خصوص رشته‌های پرتنشی مثل فوتبال یا دو میدانی که به خاطر تنش زیادی که دارین عضله سازی ندارین به اون صورت، اکثرا آدمای لاغر خوش استیل هستن که کمبود عضله دارن برای چابکی و سرعت و کل بار فشار حرکات روی مفصله، حالا چه از نظر ضربه زدن به توپ، چه از نظر حرکت یا خیلی موارد دیگه. پس ورزش حرفه‌ای کلاً با سلامتی مغایرتی نداره، چه بدنسازی باشه چه هر رشته ورزشی باشه. یه سری رشته‌های ورزشی هستن که فقط سالمن، مثل شطرنج، مثل پینگ پونگ، رشته‌هایی که بیشتر هنره تا آمادگی جسمانی. این رشته‌ها سلامتی دارن چون نیاز نداره چربیشون رو بیارن زیر 10%، نیاز نداره ضربه بخوره تو سرشون، نیاز نداره آب بدنشون رو بکشن. و یه مشکل بدی که توی رشته‌های ورزش حرفه‌ای وجود داره اینه که اکثرا دوپینگ میکنن. یعنی متاسفانه خودم به عنوان یک کسی که فوتبال بازی میکردم دست یک کشور، تیم خودمون به بچهای تیم سوماتروپین، هورمون استروئیدی تزریق میکرد، کسایی که چربیشون قبل از شروع فصل به 12% نمیرسید. من که چربیم 7 بود اصلا نیاز نبود بزنم. به من میگفتن بزن، سرم میزد میرفت نمیزدم. به میگفتن توده عضلانی خشک میاری، میگفتم نه نمیزنم. چون چربیم همیشه چربی ایدئالی بود. ولی مثلا خیلی‌ها بودن چربیشون رو 15-17 بود، تغذیه رو رعایت نمی‌کردن، زحمت نمی‌کشیدن، روتین نداشتن، سوماتروپین تزریق می‌کردن که فقط نذارنشون رو نیمکت بیان توی زمین. یه مش آدم چی بگم احمق، به احمق‌ها توهین کردم در اصل. و اکثر ورزش‌های حرفه‌ای این دوپینگ‌ها رو دارن متاسفانه. فوتبال، رزمی، بسکتبال، به خصوص توی ایران که متاسفانه سازمان دوپینگ المپیک زیاد دخالتی نداره، تحریمیم، فقط شرکت کننده‌های المپیکیمون بررسی میشن و خود فدراسیون‌های ورزش ایران هم چون هزینه بره متاسفانه انجام نمیدن. برای همین اکثر ورزشکارای حرفه‌ای توی ایران دوپینگ میکنن. دوپینگ‌های خیلی جزئی ولی دوپینگ میکنن. در حال این دوپینگ‌ها هم پاکسازی میکنن قبل فصل معمولا. مثلا فوتبالیست‌ها توی پیش فصل 1-2 ماه میزنن دیگه نمیزنن. کل سال مثلا 2-3 بار میزنن. سوسکی اون لا فصل هم مثلا یه بار بزن. همه رشته همینا. کراسفیت کارامون خیلی هاشون دارو میزنن. متاسفانه دوستای خودم هستن بعضیاشون تستوسترون میزنن، استروئید میزنن. بچه‌ای که فیتنس کار میکنن تو باشگاه خودمون ملی پوش داریم که دارو میزنه، دوپینگ میکنه ولی مسابقات فیتنس به عنوان نچرال شرکت میکنه. خیلی تعداد زیاده متاسفانه.
کاش که یه روزی برسه که این دوپینگا کلا منحل شه. واقعا کثافت زدن به ورزش، کثافت زدن به سلامتی. پس اگر میخواین به فکر سلامتیتون باشین، خودتون رو با ورزشکارای حرفه‌ای مقایسه نکنین. تهش خواستین خودتون رو مقایسه کنین، باید بیاین مثلا یکی مثل من مقایسه کنین. تازه اگه من نیام بهتون دروغ بگم من نچرالم، مثل هزار تا لاشی که نچرال نیستن میگن ما نچرالیم، پشت پرده بزنم سطح توقعاتتون خراب کنم. پس خودتون رو با کسی مقایسه کنین که میشناسینش، بهش اعتماد دارین، میدونین دروغ نمیگه، چند سال طولانی تغییراتشو میبینین نه بابا این بدبخت 30 سالگیش این بود 40 سالگیش اینه، واقعا روتین نچرالی داره. قبلش رو میبینین، یه سال قبل، بعد 2 سال بعد، مثلا شما از الان که من دنبال میکنین یه سال بعد تغییرات منو میبینین، خب مطمئن میشین من نچرالم، چون تغییرات همه تغییرات یه بدن طبیعی و نچراله. یه بدن طبیعی و نچرال یه آدمی که پیگیره. این یه سری از دلایل بود که ورزش حرفه‌ای برای سلامتی خوب نیست. یه بخشش شد تغذیه، یه بخشش شد شرایط بدن و کارهایی که انجام میدن تو مسابقات، یه بخشش شد دوپینگ، یه بخشش هم شد چربی بدن و نمیدونم فشار روی مفاصل و این چیزا. کلا ورزش حرفه‌ای وقتی راجع به حرفه‌ای بودن صحبت میشه، یعنی کسی که داره بیش از اندازه نیاز بدن و توان بدن و سلامتی بدن زحمت میکشه. چرا؟ چون میخواد از بقیه بهتر باشه و این بهتر بودن بها داره. یعنی توی بهترین حالت سالمترین آدم دنیا مثل منم باشه طرف، مجبوره یه چند وقتی برای اینکه بره روی استیج رقابت کنه چربیشو بیاره زیر 10% که اصلا برای سلامتی خوب نیست. الان چربی 5% من به چه دردم میخوره؟ نه اعصاب داری، نه هورمونات درسته، نه انرژی داری، فقط ظاهری زیبایی، فیبری. خب پس لطفا خودتون رو مقایسه نکنین با دیگران. این هم یه نکته دیگه از نظر ویدیو. خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. شما فقط باید از دیروز خودتون بهتر باشین. از دیروز خودتون، اگر شغل خودتون رو دارین، حرفه خودتون دارین، فقط سالمتر باشین. فست فود کمتر بخورین، یه کوچولو چربیتون رو بیارین پایین. عضله سازی. اولویت همیشه برای سلامتی، بارها گفتیم عضله سازیه. رو عضله سازیتون کار کنین. غذایی که دوست دارین رو بخورین و خیلی موارد دیگه. و یه قسمت این که سلامت باشین اینه که الگوی خوبی هم باشین برای جامعه. خوش اخلاق باشین، خوش رفتار باشین، مرد باشین، زن باشین، بانو باشین، انسان باشین. یعنی مهمترین چیزی که ما به وجود اومدیم که ثابت کنیم همین انسان بودنه. انسانیت خیلی ساده است. متاسفانه الان سخت شده به خاطر اینکه خیلی‌ها دیگه انسان نیستن. یعنی همرنگ جماعت نبودن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست این روزا. جماعتی که همشون دیگه واقعا یا گرگ صفت شدن یا دروغ میگن یا سوء استفاده میکنن فلان. خیلی سخته شما بیای توی جامعه بخوای تلاش کنی مثلا یه کامیونیتی از 80 میلیون نفر 1 میلیون آدم درست تربیت کنی. 1 میلیون آدم که هم انسانن و همه چی در این انسان بودن ختم میشه. شرافت، سلامت، انسانیت، نمیدونم زحمت کشیدن، امیدوار بودن، تلاشگر بودن و خیلی موارد دیگه. با امید خدا بتونیم 10 سال دیگه تو 40 سالگی 1 میلیون انسان تحویل جامعه بدیم. خودم ادعای انسانیت داشتن اصلا ندارم. منم انسان کامل نیستم. سعی میکنیم بشیم. یعنی به خاطر شما هم شده من سعی میکنم هر روز آدم بهتری بشم نسبت به دیروز. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه. فردا میایم راجع به این صحبت میکنیم که چرا رشته‌های ورزشی مختلف برنامه‌های غذایی مختلفی دارن و اصلا چرا غذاهاشون فرق میکنه. فردا میایم راجع به این صحبت میکنیم. بیشتر سعی میکنیم ورزش‌های دیگر هم بیاریم توی بدنسازی نچرال و توضیح بدیم حرکات بدنسازیشون رو و تفاوتشون و اینا، چون بعد این مسابقه که من برم یه سری کارا می‌خوایم انجام بدیم که مربوط به این قضیه است. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. لایک، نوتیفیکیشن، کامنت خوب، انرژی دادن یادتون نره. من بهتون عشق می‌ورزم. یه قلب بذاری عشق رو برمیگردونیم، ما 100 برابر انرژی میگیریم، ادامه میدیم مسیر رو با هم. و باز هم مثل همیشه اگر آینده کسی براتون مهمه، فارغ از هر شغل و علاقه و آینده‌ای که داره و دوست دارین یه فرد سالمی باشه، حداقل هفته 3 تا 1 ساعت ورزش کنه، نهایت 5 تا 1 ساعت و نیم اصولی ورزش کنه، سالم ورزش کنه، انسان سالمی باشه در آینده، پدر سالمی باشه، برادر سالمی باشه، پدر بزرگ سالمی باشه، نماد سلامتی باشه، نماد انسان خوب تو خانواده باشه، حتما کانال ما رو بهشون معرفی کنین. من تمام سعیام میکنم، شما هم تمام سعیتون رو بکنین که این خانواده 1 میلیونی رو دور هم تشکیل بدیم.
عشق من این تا فردا درود و هزاران درود.